سلام دوباره خدمت دوستان عزیز. با قسمت دوم از شروع نیمزو در خدمت شما هستیم. توی ویدیو اول این لاین رو داشتیم D4 اسب F6 C4 E6 اسب C3 فیل B4 که مشخصه شروع نیمزو هندی است. اگر سفید آسه کنه C3 رو میزنیم، بزد در C3 ما دو فیل از دست دادیم و در ازاش ساختار پیاده‌ای سفید رو خراب کردیم. همینجور که تو تصویر میبینید طرح سفید اینه که F3 کنه، E4 کنه، فیل D3 کنه و اسب E2 کنه و ما برای اینکه تداخل ایجاد کنیم توی این طرح سفید باید با C5 ادامه بدیم. سفید که F3 کرد اسب C6 کنیم، وقتی E4 کرد برای اینکه E5 نکنه D6 کنیم. حالا سفید فیل D3 نداره چون پیاده D4 سقوط میکنه، بخاطر همین باید اول فیل E3 کنه و این حرکت به ما این امکان میده که اون طرح معروف که جلوی پیاده دوبله نیمزو برای سیاه خیلی خوب است و انجام بدیم. به 6 اسب 5 فیل A6. حالا توی این صحنه وقتی که ما به 6 کنیم سفید فیل D3 میکنه و وقتی که اسب 5 کنیم لاین اسب E2 رو تو ویدیو قبلی دیدیم. حالا میخوایم لاین اسب H3 رو ببینیم. هدفش اینه که اسبش رو از F2 گسترش بده و یه خوبی که برای ما داره به ما این امکان رو میده که با E5 ادامه بدیم و اسب H3 رو بلافاصله تهدید کنیم. وقتی که سفید عقب بره حالا فیلمون رو میبریم A6، فشار میاریم به پیاده C4. اگر سفید قلعه بره، توی ویدیو قبلم گفتم همیشه مراقب گرفتن پیاده C4 باشید. وقتی که شاهتون توی E8 است امکان وزیر A4 کیش وجود داره. اینجا ما میتونیم اسب D7 کنیم و قطر A4 رو ببندیم و الان داریم پیاده C4 رو میزنیم و یه خوبی که این اسب D7 داره، بعد از تعویضایی که جلوتر ممکنه تو خونه D4 انجام بشه، خونه C5 و E5 میتونه خیلی پایگاه خوبی برای اسب ما باشه. خب اینجا سفید وزیر A4 میکنه. یادتون باشه اینجا برای اینکه آشپزی رو برطرف کنید و گسترشتون رو تکمیل کنید زود قلعه نرید. اگه اینجا قلعه برید سفید D5 میکنه و حرکت از D7 ما بی‌معنی میشه چون دیگه پایگاهی توی E5 و C5 برای ما وجود نداره. بخاطر همین اول همیشه با C D4 رو میزنیم. وقتی که سفید با C بزنه حالا قلعه میریم. الان اگه سفید D5 کنه خونه C5 برای اسب ما باقی میمونه. ما میتونیم با رخ C8 از C5 ادامه بدیم. خب حالا اینجا سفید حرکت‌های معمولی داره مثل رخ F3 را رخ C1. مثلا اگه رخ C1 کنه ما اول D4 رو میزنیم که خونه C5 و E5 در دسترس اسب ما قرار بگیره که موقع مناسب بریم توش. وقتی که با فیل زد حالا پیاده C4 منفرده، با رخ C8 بهش فشار میاریم و تو ادامه میتونیم با از C5 بازی رو ادامه بدیم. و لاین بعدی که باید با هم یاد بگیریم تو حرکت هشتم، جایی که سفید فیل J5 بازی میکنه. خب این حرکت خیلی به نفع گسترش سفید نیست و یادتون باشه تو نیمزو معمولا وقتی سفید فیل J5 میکنه و اسب ما رو آشپز میکنه ما سریعا H6 میکنیم و سفید میپرسیم که تکلیف این فیل J5 چی قراره بشه. اگر تو همین قطری که ازش اومد برگرده، مثلا فیلشو بذاره E3، خب یه تمپ از دست داده. و اگر هم فیل H4 کنه این فیل دیگه کنترلی روی فعالیت‌های قرار تو جناح وزیر انجام بشه نداره. به خاطر همین حالا که این فیل از جناح وزیر دور شده ما وزیر A5 میکنیم، به پیاده C3 فشار میاریم. وقتی که سفید وزیر D2 کنه پیاده D4 رو میزنیم. حالا اینجا سه دب در D4 وجود نداره چون وزیر دب در D2 میزنیم، شاه در D2، بعد پیاده D4 رو میگیریم. اگر هم سفید اینجا اسب E2 بازی کنه ما پیاده C3 رو میزنیم. اینجا دو تا لاین به وجود میاد. سفید یا باید پیاده C3 رو با اسب بزنه یا باید وزیر در D6 بزنه. اگر وزیر در D6 بزنه ما E5 میکنیم. خب اینطور به نظر میاد که توی این شلوغی چرا E5؟ جوابشو چند حرکت جلوتر میتونم به شما نشون بدم. سفید فیل در F6 میزنه، ما با پیاده J پس میگیریم. سفید با وزیر میزنه. حالا ما C2 کیش میدیم، شاه F2 وزیر B6 کیش، شاه E1 وزیر B1 کیش، شاه F2. حالا رخ H8 مون که زیر ضربه اون رو هم بر میداریم. اگه دقت کنید میبینید که وزیر F6 الان به خاطر پیاده E5 نمیتونه از رخ A1 دفاع کنه.
و به خاطر همین الان سفید میتونه تسلیم بشه. برمیگردیم عقب‌تر، جایی که سفید میتونست اسب ضرب در 3-3 بازی کنه. اگر این کار انجام بده ما E5 میکنیم تا خونه D4 رو به خوبی کنترل کنیم. اگر سفید اسب D5 بکنه ما وزیرها رو تعویض میکنیم، اسب قویش تو مرکز هم تعویض میکنیم. حالا اینجا دو تا امکان برای ما وجود داره، اسب D4 اسب 5. اسب D4 به خاطر اینکه بعدا ممکنه با فیل F2 اذیت بشیم توصیه نمیشه، اسب 5 میکنیم، خونه B3 رو کنترل میکنیم و یه پیاده جلوی ما بازی سختی نخواهیم داشت. خب همونطور که دیدیم حرکت فیل G5 خیلی خوب نبود برای سفید. ممکنه سفید همچنان بخواد این طرح رو انجام بده ولی قبلش اسب B2 کنه که از پیاده C3 دفاع کنه. خب این حرکت یه ضعفی داره و اونم اینه که فیل F1 سفید گسترشش سخت شده الان. حالا ما میتونیم با توجه به این موضوع که فیل F1 دیگه از C4 دفاع نمیکنه اون طرح تیپیک خودمونو که B6 اسب با 5 فیل A6 رو علل خصوص اینجا انجام بدیم. B6 میکنیم، وقتی که سفید فیل G5 کنه طبق معمول تو نیمزو یه H6 میکنیم تا سفید تکلیف این فیل مشخص کنه. وقتی فیل H4 کرد و کنترلش رو از جناح وزیر از دست داد، حالا اسب با 5 میکنیم، پیاده C4 تهدیده، سفید باید اسبش رو تکون بده. اسب G3 که نداره چون J5 میکنیم فیل H4 گیر میفته. اگر اسب C1 کنه حالا میخواد اسب B3 کنه و این اسب A5 ما که مثل یه تیغ توی گلوشه تکلیفش رو مشخص کنه. ما میتونیم اینجا فیل دفع کنیم با علامت. الان اگه اسب B3 کنه ما فیل A4 میکنیم، اسبش آچمز میکنیم. سفید ممکنه اینجا A4 کنه تا جلوی فیل A4 ما رو بگیره. ما میتونیم اینجا وزیر C7 کنیم، هوشمندانه بازی کنیم و فشار غیر مستقیم بذاریم روی پیاده C4. شاید بگید که حالا که وزیر تکون خورد ممکنه فیل در F6 بخوریم و پیاده هامون ساختار پیادهمون خراب بشه، ولی اگه فیل در F6 بزنه ما با J میزنیم و وقتی D5 بکنه اگه دقت کنید ببینید تمام سواراش تو عرض یکم و شاهش تو مرکز صفحه. اینجور موقع خیلی خوبه که ما مرکز رو باز کنیم. F5 میکنیم، وقتی که زد با پیاده پس میگیریم. درمون اینه که وزیر D8 کنیم، وزیر F6 کنیم، قلعه بزرگ بریم. مشکلی توی این بازی نداریم. ممکنه هم از فیل ضرب در F6 نزنه، ممکنه با اسب B3 ادامه بده. خب ما اسب در B3 میزنیم، وزیر ضرب در B3 رو اسب H5 میکنیم. طرحمون اینه که با J5 و E5 ادامه بدیم. دلیل این که ما میخوایم J5 و E5 کنیم خیلی مهمه. توی شروع بازی نیمزو به خاطر اینکه ما فیل سیاه‌مون رو از دست دادیم خیلی خوبه که پیاده هامون رو تو خونه های سیاه رنگ بذاریم تا ضعفایی که ایجاد شده رو پوشش بدن. به خاطر همین این یکی از طرح‌های خیلی قوی توی نیمزو. حالا ممکنه هم از سفید اینجا A4 نکنه، ممکنه با فیل D3 بازی رو ادامه بده. اگر فیل D3 کنه ما E5 میکنیم، دوباره شروع میکنیم پیاده های خودمون رو تو خونه های سیاه رنگ گذاشتن. اگر سفید قلعه بره ما J5 میکنیم. وقتی که ما خودمون قلعه کوچیک نرفتیم دیگه J5 اینجا خیلی منطقی به نظر میاد. سفید که فیل J3 بکنه ما اسب H5 میکنیم، میخوام اسبمون رو به خونه F4 منتقل کنیم. سفید اسب B2 میکنه، حالا ما اسبمون رو میبریم خونه F4. سفید که فیل F2 کنه تا اسب J3 کنه ما میتونیم توی این حرکت وزیر E7 بازی کنیم و دلیلش هم اینه که میخوایم مسیر رو باز کنیم تا قلعه بزرگ بریم. حالا که سفید اسب J3 کنه یه F6 هم میکنیم. طرحمون اینه که قلعه بزرگ بریم، H5 کنیم، H4 کنیم. اگر دقت کنید میبینید پیاده ما A7 B6 C5 D6 E5 F6 J5 H6 تمام پیاده هامون رو خونه های سیاه رنگ گذاشتیم. دلیلش هم گفتم به خاطر اینکه فیل سیاه رو نداریم این کارو میکنیم تا ضعف خونه های سیاه رنگ رو پوشش بدیم. توی ویدیوی اول گفتم که آموزش یادگیری شروع بازی نیمزو باعث میشه درک شما از شطرنج عمیق‌تر بشه. دلیلش هم اینه، مثل این صحنه که پیاده هامون رو خونه سیاه رنگ گذاشتیم تا ضعف‌های خونه سیاه رنگ رو پوشش بدیم، یا اونجایی که فیل دفع کردیم که بخوایم فیل A4 کنیم جلوی طرح از B3 سفید رو بگیریم. همه اینها خیلی خوبه و از مزیت‌های شروع بازی نیمزو هست. به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.